به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و بسیار جذاب شروع میکنیم. کتاب تأملات، نوشته مارکوس اورلیوس و ترجمه عرفان ثابتی است و گروه انتشاراتی ققنوس در سال 1398 این کتاب رو چاپ کردند. این کتاب بسیار جذاب هستش، چندین جلد داره و کتاب ارزشمندی هستش در زمینه اخلاق بشری. ابتدا معرفی کوتاهی رو درباره کتاب تأملات براتون انجام میدم و سپس کتاب رو با هم دیگه کشفش میکنیم. مارکوس آورلیوس یا اورلیوس آنتونیوس یا مارک اورل از امپراتوران بزرگ روم است. او تنها یک پادشاه نبود، بلکه فیلسوفی رواقی هم بود. او در سال 121 میلادی زاده شد و در 180 میلادی از بیماری تیفوس درگذشت. تأملات این فیلسوف و فرمانروای رواقی در طول تاریخ بر بسیاری از افراد اثرگذار بودند. از این افراد میتوان به گوته، فریدریک کبیر، جان استوارت میل، بیل کلینتون و امیل چوران اشاره کرد. تأملات اثری شامل 12 کتاب است که آورلیوس اندیشه‌های خود را در آن در قالب کلمات بیان کرده است. این اثر که شامل متن‌های کوتاه و یادداشت است، بسیار محبوب و پرطرفدار است. خواندن کتاب تأملات را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟ اگر می‌خواهید جملاتی گوهربار از فیلسوفی را بخوانید که پیش از میلاد مسیح به دنیا آمده و توصیه‌هایش حتی مناسب دوران ماست، این کتاب را از دست ندهید. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. کتاب اول. 1. ادب و خویشتن‌داری را نخستین بار از پدر بزرگم وروس آموختم. 2. مردانگی بی تظاهر را از پدرم آموختم. از آنچه درباره‌اش شنیدم و به یاد دارم. 3. مادرم مظهر تقوا، سخاوت، پرهیزگاری نه فقط در اعمال بلکه در افکار و نیز سادگی در زندگی بود که به عادتهای مرسوم اغنیا هیچ شباهتی نداشت. 4. به پدرجدم مدیونم به دلیل توصیه‌اش مبنی بر انصراف از تحصیل در مدارس عمومی و در عوض استخدام معلمان خصوصی خوب در خانه و نیز درک این حقیقت که برای این هدف نباید با بخل ورزی از هیچ هزینه‌ای مضایقه کرد. 5. آموزگارم مرا از طرفداری از سبز یا آبی در مسابقات عرابه‌رانی یا سبک یا سنگین در مبارزات گلادیاتوری برحذر داشت و ترغیبم کرد که تن به کار دهم، قناعت پیشه کنم، به کار خود بپردازم و به شایعات گوش ندهم. 6. به لطف دیوگنتوس آموختم که به کارهای پیشاپا افتاده نپردازم. به جادوگران و رمالان، سحر، جادو، جنگیری و تمامی چنین اموری به دیده تردید بنگرم. از خروسبازی و سرگرمی‌های از این قبیل دوری گزینم. از صراحت لهجه آزرده نشوم. خودم را با فلسفه آشنا کنم. در ابتدا نزد باکیوس و سپس پیش تانداسیس و مارکیانوس به تحصیل فلسفه بپردازم. در سالهای ابتدایی تحصیلم مقاله نویسی کنم. آرمیدن در تشک کاهی و دیگر سختی‌های نظم و انضباط یونانی را به جان پذیرا باشم. 7. از روستیکوس آموختم که شخصیتم محتاج تربیت و مراقبت است و اینکه نباید اجازه دهم بر اثر اشتیاق ستاییان به سرهم کردن رساله‌های نظربافانه
مواعظ اخلاقی یا توصیفات خیالی فرد زاهد یا نودوست به بیراهه بیفتم. او همچنین به من آموخت که از سخنوری، شعر و استعاره‌های غریب لفظی، پوشیدن لباس‌های تشریفاتی در خانه و دیگر بی‌سلیقگی‌هایی از این دست دوری گزینم و از سبک نامه‌نگاری ساده تقلید کنم، مثل همان نامه‌ای که از سین و عصا به مادرم نوشت و اینکه اگر کسی پس از عصبانیت و دعوا با من علائمی از میل به آشتی نشان داد، بلافاصله با او سازش کنم و نیز اینکه در مطالعه دقیق باشم و به برداشتی کلی از معنای متن اکتفا نکنم و فریب چرب زبانان را نخورم. به واسطه او با گفتارهای اوپیکوس آشنا شدم و نسخه ای از آن را از کتابخانه‌اش به امانت گرفتم. 8. آپولونیوس به من فهماند که باید استقلال رأی داشته باشم و خود را به دست تقدیر نسپارم و هرگز حتی یک لحظه لوگوس یا عقل را از نظر دور ندارم. همچنین به من آموخت که در هنگام حملات عصبی دردناک، از دست دادن فرزند و بیماری مزمن ملال‌آور وقار و متانت خود را حفظ کنم. او خودش برهانی زنده به سود سازگاری قدرت و انعطاف پذیری بود. شرح و تفسیرهایش همواره الگوی شفافیت به شمار می رفتند، ولی با این همه آشکارا تجربه عملی و مهارت در تدریس فلسفه را ناچیزترین پذیرت خود می شمرد. افزون بر این همو بود که به من آموخت چگونه الطاف ظاهری دوستان را بپذیرم بی آنکه عزت نفس خود را از دست بدهم یا ناسپاس و بی‌اعتنا به نظر برسم. 9. این چیزها را مدیون سکستوس هستم: مهربانی، چگونگی فرمان راندن بر خانواده با اقتداری پدرانه، معنی واقعی زندگی طبیعی، وقار و متانتی بدون جلوه فروشی، دلسوزی شهودی نسبت به منافع دوستان و مدارایی مهربانانه با نابلدان و خیالاندیشان. ادب و نزاکتش در قبال تک تک افراد چنان متناسب و بجا بود که فارغ از هر گونه چاپلوسی و تملق مصاحبتش را جذاب و دلربا می‌کرد و در عین حال همگان را به تعظیم و تکریم وامی داشت. شیوه‌اش در تعیین و تنظیم قوانین اصلی زندگی به یک اندازه جامع و روشنمند بود. هرگز اثری از خشم یا دیگر عواطف در او ظاهر نشد. هم هنگام کاملا خونسرد و با این همه سرشار از محبت بود. موافقتش را به آرامی و به صورتی غیر متظاهرانه ابراز می کرد و هرگز فضل و دانش بیپایانش را به رخ نمی کشید. 10. الکساندر منتقد ادبی به من آموخت که از عیبجویی غیر ضروری پرهیز کنم. نباید اشتباهات دستوری، لهجه شهرستانی یا تلفظ غلط افراد را به شکل تند و تیز اصلاح کرد. به جای این کار بهتر است عبارت درست را با درایت القا کنیم. برای مثال در پاسخ سؤال آنها یا در عین همراهی با نظرهای آنها یا در بحثی دوستانه درباره خود موضوع، نه درباره طرز بیان آن یا به شکل مناسب دیگری از تذکر. 11. درک خباثت، حیله‌گری و دورویی حاصل از قدرت مطلق را مدیون آموزگارم فرونتون هستم. او به من آموخت که اعیان و اشراف اغلب فاقد عواطف و احساسات انسان‌های معمولی اند. 12. الکساندر افلاطونی مرا برحذر داشت از اینکه به طور مداوم در گفتار یا نوشتار بگویم بسیار گرفتارم و وقت ندارم، مگر در موارد واقعاً ضروری.
او میگفت هیچ کس نباید به بهانه کارهای ضروری از زیر تعهداتی که در قبال جامعه دارد شانه خالی کند. 13. کاتولوس رواقی به من نصیحت کرد که هرگز رنجش دوست، حتی رنجشی نامعقول، را سرسری نگیرم، بلکه تا آنجا که در توان دارم بکوشم از او دلجویی کنم. او مرا اندرز داد که در ستایش آموزگارانم مشتاقانه و با صدای رسا سخن بگویم و در این کار سرگذشت دومیتیوس و آتنودوتوس را سرمشق خود قرار دهم. همچنین مرا پند داد که محبتی خالصانه نثار فرزندانم کنم. 14. از برادرم سوروس عشق به اقوام و خویشاوندان، عشق به حقیقت و عشق به عدالت را آموختم. به واسطه او با ترازیا، کاتون، هولیودیوس، دیون و بروتوس ملاقات کردم و با مفهوم جامعی مبتنی بر برابری و آزادی بیان برای همگان آشنا شدم. همان حکومت پادشاهی که دغدغه اصلیش حفظ آزادی اتباع است. او لزوم ارجگذاری منصفانه و غیر مغرضانه فلسفه، عادت به کارهای خوب، گشاده دستی، خوشبینی و اعتماد به محبت دوستانم را به من نشان داد. همچنین به یاد دارم که در انتقاد سریع اللهجه بود و دوستانش به خوبی می‌دانستند به چه چیزهایی عشق می‌ورزد و چه چیزهایی نفرت دارد. 15. ماکسیموس برای من الگوی تسلط بر نفس، ثبات قدم و خوشرویی در هنگام بیماری یا دیگر مصائب بود. شخصیت او ترکیبی ستودنی از متانت و ملاحت بود و به آرامی و بی هیاهو وظایف خود را ادا می‌کرد. همه باور داشتند که او آن چیزی را می‌گوید که بدان باور دارد و آنگونه عمل می‌کند که درست تشخیص می‌دهد. با سردرگمی و ترس بیگانه بود. هیچگاه تعجیل یا تأخیر نمی‌کرد. عجز و درماندگی به ساحتش راهی نداشت. نه تسلیم یأس و اندوه می‌شد و نه به شادمانی تحمیلی و مصنوعی تن در می‌داد. خشم و حسادت را به عرصه‌اش راهی نبود. مهربانی، دلسوزی و صداقتش به او شرافتی می‌بخشید که فطری بود، نه تلقینی. هرگز به گونه‌ای رفتار نمی‌کرد که کسی احساس حقارت کند. با این همه هیچ کس را یارای آن نبود که در برتری او تردید ورزد. در این حال شوخ طبعی مطبوعی داشت. 16. صفات تحسین برانگیز پدرم از این قرار بود: ملایمت، پایبندی شدید به تصمیم‌های سنجیده‌اش، بی‌اعتنایی کامل به افتخارات سطحی، سخت‌کوشی، پشتکار و تمایل به شنیدن سخنان کسانی که می‌توانستند در خیر عموم سهیم باشند. عزم راسخ در بها دادن به هر کس به قدر شایستگیش، فهم دقیق این که چه وقت سختگیر باشد و چه هنگام آسانگیر و سعی در جلوگیری از شاهدبازی. می‌دانست زندگی اجتماعی محدودیت‌های خاص خود را دارد. دوستانش مجبور نبودند در سفر یا حضر با او باشند و هرگاه دیگر تعهداتش آنها را از همراهی او باز می‌داشت برآشفته نمی‌شد. در شورای حکومتی تمام مسائل را با موشکافی و صبر و حوصله بررسی می‌کرد. هرگز به اولین نظر و برداشت سرسری قانع نمی‌شد. در دوستی ثابت قدم بود. نه از دوستانش دل زده می‌شد و نه مفتون آنها می‌گشت. همواره بر حال واحد بود. خوشرو و با این همه آنقدر دوراندیش بود که بی سر و صدا دقیق‌ترین جزئیات کارهایش را پیشاپیش برنامه‌ریزی می‌کرد. او چشمانی همواره بینا برای پیگیری نیازهای امپراتوری داشت و خزانه‌های امپراتوری را
به شیوهی محتاطانه نگهداری می‌کرد و تحمل شنیدن انتقادات مربوط را هم داشت. نه در برابر خدایان خرافاتی بود و نه در برابر مردم عوام فریب و چاپلوس. آهسته و پیوسته به راه خود ادامه میداد و از هر چیز متظاهرانه و من درآوردی دوری می‌جست. از آسایش و رفاه مادی که دست تقدیر برایش رقم زده بود نه مغرور بود و نه احساس عذاب وجدان می‌کرد. در صورت وجود از آن نهایت استفاده را به عمل می‌آورد، اما در غیر این صورت افسوس نمی‌خورد. کسی نمی‌توانست در او نشانی از چرب زبانی، وعاظ، وقاحت غلامان یا موشکافی فضل فروشان بیابد. همه او را مردی پخته، کامل، چاپلوسی ناپذیر و کاملا مستحق حکمرانی بر خود و دیگران می‌دانستند. افزون بر این برای فیلسوفان واقعی احترام زیادی قائل بود و گرچه از دیگران انتقاد نمی‌کرد، ترجیح می‌داد به راهنمایی فیلسوفان گوش کند. در جامعه خوشبرخورد و مهربان بود، بی آنکه در این کار اغراق کند. به طرز معقولی مراقب جسم خود بود، نه به طرز وسواسگونه‌ای نگران افزایش طول عمرش بود و نه در قبال آرایش ظاهرش دچار تشویش و نگرانی بود و با این همه از سلامت خویش غافل نبود و در واقع آنقدر به خوبی از خودش مواظبت می‌کرد که به ندرت محتاج مراقبت‌های پزشکی یا دارو و مرهم می‌شد. بی هیچ حسادتی استعدادهای برجسته، خواه در سخنوری، حقوق، اخلاق یا هر رشته دیگری را شناسایی می‌کرد و تمام توانایی‌اش را در جهت به شهرت رساندن آنها به کار می‌گرفت. گرچه تمامی اعمالش متأثر از احترام به سنت‌های قانونی بود، هرگز در پی آن نبود که به این وسیله نزد مردم شهرت و اعتباری کسب کند. از بیقراری و تلون مزاج بیزار بود و محلها و مشغولیت‌های قدیمی را ترجیح می‌داد. پس از سردردهای شدید بیدرنگ انجام دادن وظایف عادیش را با شور و شوق و اقتدار کامل از سر می‌گرفت. پرونده‌های سری و محرمانه زیادی نداشت و همان اندک موارد معدود و نادر نیز به مسائل حکومتی مربوط می‌شد. در نمایش چیزهای با شکوه، بنای ساختمان‌های دولتی، توزیع یارانه‌ها و نظایر آن اندازه نگه می‌داشت و همیشه بیشتر به ضرورت هر اقدامی توجه می‌کرد و نه به تحسین و تمجیدی که در پی داشت. در ساعت‌های نامناسب آبتنی نمی‌کرد. جنون ساختمانسازی نداشت. بنده شکم در فکر جنس و رنگ لباس و در قید و بند خوش‌سیمایی خدم و حشم نبود. لباسهایش را از خانه ییلاقیش در لوروبوم می‌فرستادند و بیشتر چیزهایش را از لانوبوم می‌گرفت. همه از برخورد او با مباشر عذرتراش ساکن توسکولوم به خوبی آگاهند. برخوردی که از خصوصیات بارز کل رفتارش بود، زیرا بی‌نزاکتی، تندی و های و هوی با طبیعتش بیگانه بود. هرگز خونش به جوش نیامد. عادتش بر این بود که با صرف وقت آرام، روشنمند، قاطعانه و منظم هر اتفاقی را تحلیل و ارزیابی کند. میتوان گفت آنچه درباره سقراط میگویند درباره او هم صادق است. به این معنا که میدانست چگونه به چیزها میل بورزد یا از آنها پرهیز کند. همان چیزهایی که برای اکثر مردم پرهیز از آنها دشوار و میل ورزیدن به آنها بیش از حد آسان است. بنابراین آنقدر قوی بود که با عزم و اراده از برخی چیزها پرهیز میکرد و به برخی دیگر میل می‌ورزید و این نشانه نفسی کامل و راسخ است. همان گونه که ماکسیموس نیز در بستر بیماریش آن را نشان داد. 17 اجداد خوب، پدر و مادر خوب، خواهر خوب، معلمان، همراهان، خویشاوندان و دوستان خوب همگی را تقریباً بدون استثنا
مدیون خدایان هستم و این را که هیچ وقت در رفتار با آنها عنان اختیار از کف ندادم، به رغم اینکه خلق و خویم مستعد چنین کاری است، ولی به لطف خدایان هرگز در چنین وضعیتی قرار نگرفتم و از این امتحان سربلند بیرون آمدم. این را نیز به خدایان مدیونم که مدتی طولانی به دست معشوقه پدر بزرگم تربیت نشدم و معصومیت و پاکدامنیم را حفظ کردم و این را که برای رسیدن به مردانگی و بلوغ ناشکیبا نبودم و به رشد و شکوفایی با طمأنینه اکتفا کردم. خدایان را شاکرم که در ظل پدر امپراتورم از کبر و غرور رهایی یافتم و دریافتم که حتی در بار هم میتوان بدون محافظان سلطنتی جامه‌های زربفت، چلچراغ‌ها، مجسمه‌ها و دیگر جاه و جلال‌های ظاهری زندگی کرد. و فهمیدم که میتوان مصدر امور دولتی بود و مثل فردی عادی زندگی کرد و حیثیت و اقتدار مورد نیاز برای حکمرانی را از دست نداد. خدایان به من برادری عطا کردند که ویژگی‌های ذاتیش مرا به رعایت انضباط شخصی ملزم ساخت. برادری که محبت احترام آمیزش مرا دلگرم کرد و فرزندانی که از نظر فکری عقب افتاده و از نظر جسمانی بدقواره نبودند. همین خدایان بودند که مهارت مرا در سخنوری، شعر و دیگر رشته‌هایی که ممکن بود وقتم را بگیرد محدود کردند. زیرا اگر پیشرفت در این رشته‌ها را آسان‌تر می‌یافتم، هرگز به دیگر دانش‌ها نمی‌پرداختم. خدایان بودند که سبب شدند در اولین فرصت مقام و مرتبه دلخواه آموزگارانم را به آنها اعطا کنم، به جای اینکه جوانی ایشان را بهانه قرار دهم و آنها را به امید ارتقا سر بدوانم. آشنایی با آپولونیوس، رستیکیوس و ماکسیموس را مدیون خدایان هستم. به لطف ایشان بارها و بارها به روشنی دیدم که حقیقت واقعی زندگی طبیعی چیست. در واقع خدایان لطف و مدد و الهام خود را از من دریغ نداشتند و اگر از دستیابی به زندگی طبیعی ناکام ماندم، تقصیر خودم است که به تذکرات و در واقع راهنمایی‌های عملی و واقعی ایشان گوش فرا ندادم. اینکه با توجه به نوع زندگیم جسمی چنین مقاوم داشتم حاکی از لطف خدایان بوده است. اینکه هرگز اسیر بندکیتا یا تئودوتوس نشدم و از ماجراهای بعدی جان سالم به در بردم، اینکه گرچه اغلب با رستیکیوس اختلاف داشتم، هرگز کار را به جایی نرساندم که بعدها موجب پشیمانی شود و اینکه مادرم با پسین سالهای زندگی خود را پیش از مرگ زود هنگامش در کنار من سپری کرد. افزون بر این، اینکه هرگاه قصد کمک به شخص فقیر یا درمانده‌ای را داشتم، هرگز از این کار عاجز نماندم و اینکه خود نیز هرگز در وضعیتی نبودم که محتاج چنین کمکی باشم و باید خدایان را سپاس گویم. به این خاطر که زنی مطیع، دوست داشتنی و بی‌آلایش به من ارزانی داشتند. اینکه فرزندانم همیشه معلمان با کفایتی داشتند. اینکه از طریق الهام در عالم رویا برایم دارو تجویز می‌کردند، به ویژه هنگام خون بالا آوردن و سرگیجه، از جمله وقتی در کایتا و کریسا بودم. سرانجام اینکه با تمام اعتیادی که به فلسفه داشتم در دام صوف‌ستاییان نیفتادم و تمام وقتم را پشت میز صرف تعمق در متون درسی و قواعد منطق یا غور و غوص در علوم طبیعی نکردم. تمام این چیزهای خوب را مدیون کمک خدایان و دست تقدیرم هستم. خب دیگه زبان به من اجازه نمیده که از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم و بیشتر از این کتاب هم در اختیار من نیست.
لطفاً حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و از پندهای ارزشمند اخلاقی این کتاب استفاده کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.